سلام دوستای عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. خوش آمدید به قسمت سوم از دوره آموزشی شبکه. با من همراه باشید. خب دوستای عزیز، قسمتی که گفته بودیم در این قسمت ما با انواع توپولوژی یا همان ساختار شبکه آشنا میشیم. قسمی که در تصویر مشاهده میکنید که ما چندین نوع توپولوژی داریم که یکی آن توپولوژی باس است که تعریفش هم میگه همه دستگاه ها به یک کابل متصلند. اگر کابل اصلی قطع شود کل شبکه از کار میافتد. مثل این تصویر که است یک شبکه که توسط توپولوژی باس ساخته شده، نشان میده که همه هاست و سرور و پرینتر به یک لین که اینجا موضوع رو میبینه وصل است. و اگر این لین قسمی که گفت کابل اصلی قطع شود، اگر این لین قطع شود تمام شبکه از کار میافتد. بعدا توپولوژی استار رو داریم که همه دستگاه ها به یک دستگاه مرکزی معمولا سویچ یا هاب وصل می شوند. قطع یک کابل تأثیری بر بقیه ندارد، اما اگر دستگاه مرکزی از کار بیفتد شبکه قطع می شود. چه قسم دوستا میبینید که همه هاستا به یک سویچ وصل است که بیشترین کاربرد را هم همین توپولوژی استار داره که همه ما از استفاده میکنیم که یک سویچ یا هاب را که بعدا در درس های بعدی خواهیم آموخت. همه هاستا به یک سویچ یا هاب وصل است که ارزش فرق نمیکنه هر کدامش باشه. به شکل جداگانه همهش وصل است. ببینید که هر هاست توسط یک کابل به سویچ وصل است. اگر به طور مثال این کابل یا همین هاست قطع شود بقیه هاست ها قطع نمیشه، اما اگر سویچ قطع شود یا خاموش شود تمام شبکه از کار میفته. بعدا توپولوژی رنگ داریم که دستگاه ها به شکل دایره‌ای به هم وصلند. داده ها به صورت یک طرفه یا دو طرفه از یک سیستم به سیستم دیگر منتقل میشوند. قطع یک اتصال ممکن است کل شبکه را مختل کند. قسمی که میبینید به شکل دایره‌ای تمام کابل ها به هاست وصل است، مثل که یک کابل به این هاست وصل است و باز به این وصل شده و یک کابل دیگه به این وصل است بعدا به این، اما تو به یکی دیگه وصل است و میتوانند فایل های خود که ارسال کنن. ای باید به ای ارسال کنه، بعد به ای ارسال کنه، بعد به ای ارسال کنه تا که به هدف اصلیش برسه. اگر بخوای ای هاست به ای هاست اطلاعات بفرسته باید به ای بفرسته اول، باز تا ای و ای بفرسته. اگر یک کابل قطع شود ممکن است مختل کنه شبکه را، اما به طور کلی قطع نمیشه. بعدا توپولوژی میشه داریم. در این توپولوژی هر دستگاه با چندین دستگاه دیگر مستقیما ارتباط دارد. بسیار پایدار و مقاوم به خطاست، اما پرهزینه و پیچیده در پیاده سازی است. قسمی که میبینه همه هاست ها به یک سویچ و سویچ به تمام سویچ های دیگه وصل است. به طور مستقیم همهشان وصل است که این نوع توپولوژی بسیار هزینه گزاف داره که باید چندین تا سویچ فراهم کنی، کابل زیاد فراهم کنی و بعضی چیزهای دیگه. بعدا توپولوژی هایبرید داریم، ترکیب از دو یا چند توپولوژی دیگر است، مثلا مش، استار و باس یا هماندگاش. در شبکه های بزرگ بسیار رایج است. قسمی که میبینید اینجا ما توپولوژی رنگ داریم، اینجا توپولوژی مش داریم.
و اینجا هم میبینه که توپولوژی باس هم هست، استار هم هست، همش به این موجود میباشه و این بسیار در شبکه های بسیار بزرگ استفاده میشه که معمولا یک شرکت بزرگ یا یک قاره بزرگ در بر میگیره. خب درس ما در اینجا به پایان میرسه دوستای عزیز. بعدا میریم بالای نتورک دیوایس در جلسه بعدی. فعلا همه بس است، توپولوژی ها رو همیشه فهمیدیم و بعد از درس بعدی که تجهیزات است بالای دوره عملی میریم که برایتان تمام این گفتارهای ما عملی کار میکنم برایتان. مثلا توپولوژی استاره از این توپولوژی از همه درس های یک مثال برایتان به طور زنده و عملی کار میکنم. خدا کنه از درس خسته نشده باشید. الله نگهدار همه.